توی دنیای بزرگ و متنوع ما هر فرهنگی مراسم‌ها و جشن‌هایی داره که ممکنه شما هیچ وقت حتی فکرش رو هم نکرده باشید. یا بعضی از این مراسم‌ها خیلی عجیب و غریب به نظر برسن، اما برای مردم اون منطقه بخش مهمی از فرهنگشونه. توی کشور کره جنوبی، تو شهر بوریانگ، مردم هر سال دور همدیگه جمع میشن تو گل و لجن با همدیگه بازی بکنن. چرا؟ چون گل و لجن‌های مفیدی داره که برای پوستشون خیلی مفیده. این جشن نه تنها برای تفریح و شاد بودن برگزار میشه، بلکه یه راه برای جذب گردشگرها هم هست. در اسپانیا هر سال جشن لاتومتینا در شهر بونیول برگزار میشه. این جشن یک جنگ گوجه فرنگی بزرگه. مردم هزاران گوجه فرنگی رو جمع میکنن و شروع میکنن به سمت همدیگه پرتاب کردن. این جنگ گوجه فرنگی فقط تفریح نیست، بلکه به تاریخچه قدیمی منطقه برمیگرده. حتی گفته میشه که این جشن از یک اعتراض کوچیک تو سال 1945 به وجود اومده. یکی از عجیب‌ترین مراسم‌ها مربوط به جشن تو هند و مالزیه. این جشن مردم برای نشون دادن ایمانشون به خدا بدن خودشون رو با میخ و نزهای بزرگ سوراخ میکنن. این مراسم به طور خاص در میان جامعه هندوها برگزار میشه و هدفش از خودگذشتگی و فداکاریه. این جشن شاید برای ما خیلی عجیب و دردناک به نظر بیاد، اما برای کسایی که در این مراسم شرکت میکنن یه تجربه معنوی مذهبی مهمه. در مکزیک یک جشن خیلی عجیب به نام رقص پیرمردها برگزار میشه. این جشن مخصوص روستاهای مکزیکه و در اون افراد جوان لباسهای مخصوصی میپوشن که شبیه پیرمردا میشه و شروع به رقصیدن میکنن. این جشن از نظر فرهنگی خیلی اهمیت داره، چون نشون دهنده احترام پیرمردها و فرهنگ قدیمیه. همچنین این جشن جزو میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده. یکی از جذابترین و عجیبترین جشن‌ها متعلق به کشور ژاپنه. این جشن در واقع یک رقص گروهیه که افراد با لباس‌های رنگی و روشن تو خیابونا میرقصن، اما جذابیت واقعی این جشن در آتش‌بازی‌هایی که با رقص‌ها ترکیب میشه. این جشن مدت 400 سال در منطقه توکوشیما برگزار میشه و به قدری معروفه که هر سال هزاران گردشگر برای دیدن این رقص‌های آتشی به ژاپن میرن.